شادی خداوند قوت ماست. نهمیا 8:10 شادی خداوند قوت ماست. آمین. شادی خداوند آمین. نهمیا 8:10 شادی خداوند قوت ماست. Nehemiah 8:10 The joy of the Lord is our strength. Amen. نهمیا 8:10 شادی خداوند قوت ماست. آمین. شادی خداوند قوت ماست. آمین. نهمیا 8:10 شادی خداوند قوت ماست. آمین. نهمیا 8:10 شادی خداوند قوت ماست. آمین. نهمیا 8:10 شادی خداوند قوت ماست. آمین. شادی خداوند قوت ماست. شادی خداوند قوت ماست. آمین. شادی خداوند قوت ماست. Nehemiah 8:10 The joy of the Lord is our strength. The joy of our Lord is our strength. Nehemiah 8:10 نهمیا 8:10 شادی خداوند قوت ماست. آمین. خداوند رو شکرت واسه اینکه تو یهوه سلام ما هستی. خداوند شکر واسه اینکه تو سقف ما هستی. خداوند شکر واسه اینکه شادی تو قوت ما هست، سلامتی ما هست. شکر واسه اینکه تو ما رو دوست داری خداوند و ما هم تو رو دوست داریم خداوند و بیش از تمام چیزایی که تو به ما دادی. اگرم تو چیزامونو بگیریم ما بازم شکرگزاری میکنیم خداوند. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. سلام بچه ها، خوبین؟ بچه ها کی شیر دوست داره؟ دستشو ببره بالا من ببینم. نه منظورم این شیر نیستش که، منظورم از این شیراست که تو باغ وحش پیدا میکنیم. داستان امروز پر شیره. شما میتونید مثل شیر صدا بدید؟ بیاین با هم صدای شیر دراریم. 1 2 3 واو، آفرین بچه ها، فکر کردم شیر اومده اینجا. شیرها رو بعداً توی داستان امروز میبینیم، ولی امروز داریم یاد میگیریم که هر روزه به خدا میتونیم اعتماد کنیم. میتونید اعتماد به انگلیسی چی میشه؟ میشه trust. با من بگید من هر روز میتونم به خدا اعتماد کنم. بریم ببینیم خاله مهسا و زریبری دارن چی کار میکنن. خاله مهسا فکر میکنی بچه ها اومدن؟ بله زریبری. سلام بچه ها. سلام بچه ها. خاله مهسا من شنیدم که داستان امروز پر از شیره. یکی برم میترسم. نه ترس زریبری، چرا میترسی؟ آخه شنیدم که شیرها خیلی صرافه، دوست دارن بخورن. خاله مهسا نگران نباش زریبری، این شیرها توی داستان هستن، نمیان اینجا که. بچه‌ها آماده این داستان این هفته رو از خاله بشنویم؟ پاشین آهنگ سفر رو با هم بخونیم و داستان رو ببینیم. بریم ببینیم. خاله نظما آماده ایم ما؟ آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم، دست هم رو بگیریم. 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست، دوستم می‌داره، کلام او زنده است، به من راه و یاد میده. بیا بریم سفر
یاد بگیریم دعا کنیم نزد خدا دست هم رو بگیریم دست هم رو بگیریم 1 2 3 یکی بود ولی تنها نبود. کلام خدا بیکار نبود. قوم خدا از اون نافرمانی کردن. پس اون اجازه داد تا دشمنانشون اونها رو به اسارت بگیرن. اونها اورشلیم رو خراب کردن و یه عالمه از یهودیان رو اسیر کردن و به کشور خودشون بابل بردن. دانیال یکی از یهودیان بابلی بود. اون به خداوند ایمان داشت و روزی 3 بار دعا می کرد. خداوند دانیال رو برکت داد و اون رو به یکی از قدرتمندترین رهبرای جهان تبدیل کرد. بعضی رهبرا به دانیال حسادت می کردن. بنابراین قانون جدیدی درست کردند که بر اساس اون مردم تنها اجازه داشتن همه نیازهاشون رو به جای خدا از داریوش پادشاه بخوان. هر کسی که گوش نمیداد باید به چاه شیران انداخته میشد. داریوش پادشاه هم قبول کرد. دانیال همچنان خداوند رو پرستش میکرد و به خاطر همین دستگیر شد. البته داریوش پادشاه ناراحت بود چون که دانیال رو خیلی دوست داشت. پادشاه فهمید که اون رو گول زدن اما دیگه نمیتونست قانون رو تغییر بده. بنابراین دانیال رو به چاه شیران انداختن. بچه ها یه چاه پر از شیر. شیرها نعره زدن و به سمت دانیال حمله کردند. اما خداوند فرشته ای رو فرستاد. فرشته دهان شیرها رو بست. دانیال بدون هیچ مشکل و صدمه‌ای شب رو در اونجا گذروند. وقتی صبح شد داریوش پادشاه رفت که ببینه دانیال زنده است یا نه. دانیال گفت خداوند فرشته‌ای فرستاد تا منو نجات بده. پادشاه خیلی ترسیده بود. دانیال رو از چاه شیرا بیرون آورد. داریوش پادشاه سرزمین پارس دشمنای دانیال رو به چاه شیران انداخت و شیرها هم اونا رو خوردن. داریوش پادشاه فرمان داد که در کشور اون همه باید به خدای قدرتمند و زنده دانیال احترام بذارن. وای زری بری، اگه جای دانیال بودی چی کار میکردی؟ اون آقا شیرا خیلی ترسناک بودن. دانیال از کجا میدونست که خدا باهاش بود و فرشته‌شو میفرسته؟ مگه ندیدی؟ مگه نشنیدی که فرشته چطوری دهن شیر رو بسته بود؟ خدا همیشه با ماست. دانیالم میدونست که هر روز میتونه به خدا اعتماد کنه. یعنی واقعا هر روز؟ بله زری بری، بله بچه ها، ما هر روز میتونیم به خدا اعتماد کنیم. آماده این با هم یه سرود بخونیم بچه ها؟ پاشین با هم سرود امروز رو بخونیم. من میخوام به خدا خیلی اعتماد کنم. ولی شیره فکر کنم سیر بود. Here we go. Woo! Are you ready to trade your sorrows for joy? Here we go. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord.
ها پاشین با هم آیه حفظیمون رو بگیم. آماده این؟ مزمور 31:14 من به خداوند اعتماد دارم و میگویم خدای من تو هستی، خدای من تو هستی، خدای من تو هستی. Psalm 31:14 I trust in you, Lord, and I say, you are my God, you are my God, you are my God. کیمیا جان میتونی این آیه رو برای ما بگی لطفاً؟ بله خاله. سلام بچه ها. مزمور 31:14 من به خدا اعتماد دارم و میگویم خدای من تو هستی، خدای من تو هستی، خدای من تو هستی. بچه ها این آیه به یادمون میاره که همونطور که خدا در چاه شیران کنار دانیال بود هر روزه کنار ماست و میتونیم بهش اعتماد کنیم. بیاین با هم دعا کنیم، چشامونو ببندیم و دستامونو رو هم بیاریم. پدر مهربون، مرسی که حتی در چاه شیران مواظب فرزندات هستی. لطفاً به یاد ما بیار که هر روزه بهت اعتماد کنیم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. بچه ها این هفته تو خونتون، تو مدرسه‌تون وقتی بیرون میرین به یاد داشته باشین که خدا با شماست. خدافظ بچه ها. بچه ها آیه های شما برای ما خیلی مهمه، یادتون نره بفرستینا.